غمت بیاد. برام بچه 14 ساله که اون موقع من بودم خب باحال بود اولش. سوار هواپیما میشی 17-18 ساعت اون بالا پرواز میکنی، از رو دریا رد میشی، از رو اقیانوس میرسی به شهر بزرگ نورانی. عین قصه ها، شهری که اصلا مثل شهر خودت نیست. از هواپیما که میای بیرون رنگ و نور میخوره تو صورتت، انگار تازه اکستر کندی. اما 1-2 هفته بعد که یک سپری تازه گوشی میاد دستت، اینا کیه؟ اینجا کجاست؟ اصلا چی دارن میگن؟ چی ازت میخوان؟ زبونشون هم که نمیفهمی. مدرسه تو ول کردی، هم کلاسیات، دوستات، بچه محلات، خونواده، بابا تو ول کردی. آخه بابام قرار بود با اون بیاد.